یه جوون با تیر زدن، یه پاشو زدن، یه جوون الان با تیر زدن. استانداری رشت، استانداری رشت نزدیک 8 یا 10 تا کشته و زخمی دادیم در عرض 5 دقیقه. پاسدارا هستن، پاسدارا دارن شلیک میکنن.
به درسی بابا ما همگی با هم هستیم. جواد شنبه بابا هات 20 نفر بابا نروح.
اون بچه شروع یکی ما هم میزن
صدا رو چجوری دارم میزنم خواهد چه کرش قتل عام میکنم. نمیشه میرم بفرستم بیا کنار دیوار. همینجوری دارم میزنم مردم. بیا کنار دیوار. خیلی بده. جوانان وطن لاله جانم لاله خدا لاله. اونا اینجا قتل عام کامله، قتل عام، خاموشی کامل دادن، همه ارتباطات رو قطع کردن، فقط دارن میکشن حرومزادا. یعنی فقط مردم خارج میتونن اینا رو اطلاع رسانی کنن. اصلا یه چیز وحشتناکیه. یعنی مردم دیگه واقعا درگیره اینن که فقط یعنی میرن بیرون میگن اگه نکشیم میکشنمون. اصلا باور نمیشه دیروز کلی منطقه رو خاموشی برق زدن، اصلا تو پونک شلوغی شده، بعد تو اون خاموشی میاد کشتار میکنه. نمیدونم باید چیکار کرد، واقعا نمیدونم چیکار کرد. اینا میگن کمک داریم، یه کمک، اصلا قتل عام دارن میکنن. تو بیمارستان ها جسد رو جسد میریزن، سردخونه هاشون دیگه جا نداره. اصلا ببین انقدر اصلا اوضاع خرابه، اصلا نه شب میتونی بخوابی، اصلا استرس وحشتناکه، همه جا درگیریه، همه جا آتیشه. من دیدم همه شهرها دارن تو اروپا و کشورهای مختلف همه تظاهرات میکنن. یعنی ایرانی ها اومدن بیرون ولی نمیدونم چرا هیچکی نمیاد، اصلا چرا هیچ اتفاقی نمیفته. یعنی اصلا این اگه این قضیه فرسایشی بشه فقط اونا میکشن. فقط اینو تو بگی، این یه جمله رو بگی که دیروز یه مادری اومده بود تو بیمارستان داد میزد که بچه منو به من میگن باید شیرینیشو بدین تا بهت 500 میلیون تومن معادل 3500 خورده دلار، نمیدونم دلار بازار آزاد الان چنده، حتی میگه که باید به ما انقدر پول بدی و با یه جعبه شیرینی. ببین اینو تو فقط بگی یک جا تو یکی از این تظاهرات صدا اگه برسه، یعنی بچه تو که میکشن یه شیرینی هم بدی، یعنی نمیدونم اینو یکی گوش بده شاید یکم یه کاری بکنن، نمیدونم.
نمیدونم چندین هزار نفر کشته شدن از اطرافیان من، دور و بریام همه یا فامیلشون یا برادرشون خواهرشون همه رو کشتن. دوستان بعضیشون دستگیر شدن، اصلا خبری نیست ازشون. یعنی یکی صدای ما باید بشنوه. ما خودمون انقلاب میکنیم ولی به کمک بیرون نیاز داریم برای بردن همچین قاتلای جانی. فقط این حرف منو برسونین که ما منتظر کمک هستیم. ما اصلا چشم انتظاریم و هر لحظه که داره میگذره کلی آدم دارن میکشن و با کشتن هر آدم کلی آدم دیگه هم داره کشته میشه، چه فیزیکی و جسمی چه روانی و روحی. دیروز یه پرستار توی بیمارستان انقدر کشته آوردن، انقدر کشته میارن تو بیمارستان، اصلا جا واسه مریض های دیگه نیست، فقط اونایی که تیر خوردن میان. انقدر آوردن طرف پرستاره توی دستشویی خودکشی کرده. اینا رو کی باید بشنوه؟ اینا رو کی میخواد بدونه؟ یعنی جنایته، همه اینا جنایته. و ما کشورهای دیگه جنگ میشه و شاید همچین چیزهایی شاید اتفاق بیفته واسه شما. ما خودی داره با ما این کار. مریم اصلا یه چیزی بهت بگم باورت نمیشه. یکی از بچه ها میگفت تو سردخونه ها صدای ناله میاد، حتی باز نمیکنن. معلوم نیست اون زیر بچه ها چجوری دارن بال میزن. میگه صدای ناله میاد حتی باز نمیکنن رسیدگی کنن. ببین چقدر جوونمون تیر خوردن ولی همونجوری ول کردن اونجا. اصلا مریم نمیدونم چجوری صدامو به کجا برسونم. حالمون خیلی بده. جوونای دست گلمون اونجا. اصلا ببین من پی همه چیو زدم به تنم رصدم کنن. هر گویی میخوام بخورم. مگه میشه؟ مگه داریم اینقدر ظلم؟ از رشادت مردممون بگم، از دلیلیشون یا از نامردی و کثافتی این موضوع رو بگم. از کجا برات بگم که چجوریست؟ با ساچمه، با گلوله، با گاز اشک‌آور، با بمب صوتی، با هر چیزی تو بگی میافتن با باتون به جون مردم. ولی دم مردممون گرم. امید به این دارن که دیگه این دفعه واقعا نجات پیدا کنن. ریختن تو خیابون پیر و جوون، کوچیک و بزرگ، همه و همه. فقط امیدشون به دیگه این دفعه تموم شه، این دفعه دیگه دفعه آخر باشه. به پیرزنه میگم برای چی اومدی تو نمیتونی فرار کنی؟ میگه من برای چی باید فرار کنم؟ من دیگه عمری اصلا باقی نمونده. من میرم که فدای اون جوون بشم، بذار تیر به من بخوره ولی به اون جوون نخوره. مادری که دست بچه‌شو گرفته آورد تو خیابون میگه یا بچه‌م باید تو خونه گشنگی بمیره یا کف خیابون. اینجوری عزتمون بیشتره. میزدن ولی باز مردم میدویدن و میرفتن نجات میدادن. نمیدونی چه صحنه‌هایی رو ما داریم میبینیم. ولی تو رو خدا کمک کنید نذارید این دفعه اینجوری بمونه. اگه اینجوری بمونه اینا میکشن همین الانش به ترکبار بستن. اگه بمونن قتل عام سراسری میکنن. اصلا رحم به هیچ کس ندارن. مردم همه جوره وایسادن. امشبم میان، دیشب که اومدن امشبم میان. مطمئنن فقط به یه کورسوی امید. خواهش میکنم تنامون نذارید. سلام. امروز چهارشنبه 24 دی ماه 1404. من کادر درمانم توی ایران. میخواستم از اخبار پنجشنبه و جمعه مطلعتون کنم. شهر بزرگی نیستیم اما ما اینجا فقط پنجشنبه و جمعه یکی از متخصصای پزشکی قانونی شهرمون توی یکی از قبرستونا فقط 428 تا برگه فوت امضا کرده. وحشتناک ما فوتی داشتیم. در این حد بود که سردخونه های بیمارستان های شهرمون اصلا جا نداشت. ما مجبور بودیم جنازه ها رو توی حیاط بیمارستان بخوابونیم که سرما بهشون بخوره فاسد نشن، چون واقعا سردخونه ها جا نداشت. نشکش های قبرستون هی زنگ میزدیم تا صبح چند بار می اومدن، یه ماشین میفرستادن رو هم جنازه ها رو مینداختن میبردن. وحشتناک بود. این شرایط جنگی بود. همزمان شاید 4 تا کد داشتیم توی هر سیکلمون.
پنجشنبه بیشتر زخمیامون، اکثر زخمیا تیر جنگی به دست و پاشون خورده بود که یه عالم هم قطع عضو و اینا داشتیم. اما جمعه اکثر تیرا رو لگن به بالا زده بودن یا قفسه سینه یا شکم که مطمئن باشم منجر به فوت میشه. خیلیا که وقتی میرسیدن به بیمارستان اصلا فوت کرده بودن، خیلیا رو به زور میبردیم اتاق عمل، میرسوندیم اتاق عمل، منتها اکثرا بعد اتاق عمل، حالا یا در حین عمل یا بعدش که میرفتن آی سی یو این ور اون ور، دوباره کد میخوردن و از دستشون میدادیم. اون دو شب یه عالم پزشکای خوبی داشتیم، با وجدانی داشتیم که به ما کمک میکردن، منتها همشون با اشک تا صبح گریه میکردیم و کار میکردیم. مردای 50 ساله، 60 ساله، 70 ساله‌مون که متخصص بودن در حین گریه کردن و داد زدن عملا رو انجام میدادن، به مجروحا کمک میکردن. بعد اینکه میان زخمیا و حتی آمار کشته ها رو هم از بیمارستان ها درز میدن بیرون، زخمی ها رو از بیمارستان ها جمع میکنن میبرن، فقط و فقط کار حراست هر بیمارستانه. حتی بیمارستان های خصوصی هم که سهامداری هن، حراست هاشون رئیس بیمارستان و سهامدارا انتخاب نمیکنن کی حراست باشه کی نباشه، از بیرون تصمیم گرفته میشه که چه شخصی رئیس حراست بیمارستان باشه و اون شخص تو هر بیمارستانی که تمام اسامی رو جمع میکنه، دونه دونه زخمی ها رو میفروشه، آمار کشته شده ها رو میده. تا همین امروز هم هر 3 ساعت آمار زخمی ها رو میگرفت حراست بیمارستان ما و دونه دونه. همین امروز اومدن چند نفر رو باز بردن که از پنجشنبه جمعه تحت بستری بودن. نمیدونم پیامم میخونی یا نه، ولی فقط میخوام بهت بگم که من الان یکی از آشناهام از عراق زنگ زد. ببین اصلا چیزایی که ما شنیدیم 1/4 اون چیزی بوده که واقعا اتفاق افتاده. میگفت با ماشینای آتش نشانی از رو کله ها رد شدن، با ماشینای گنده تانک از رو کله ها رد شدن. میگفت تو خیابون شریعتی هنوز این همه خونا رو شستن، هنوز خونا کف خیابونه، یه عالمه کفش تو خیابونه. میگفتش که جوونا رو تیر زدن، سرم بریدن. تو عراق تا میتونستن سر بریدن. واقعا نمیدونم واقعا اینا چه کثافتایی هستن، نمیدونم واقعا نمیدونم بعد چیکار کنین. لا خدا کجاست؟ عراق قتل عام دست جمعی کردن، یعنی هر خونه یکی 2 تا عزیزش از دست داده. من نمیدونم تیر زدی بچه مرده چرا سرش بریدی؟ اصلا نمیفهمم. سبا نمیدونم وایس هم گوش میکنی یا نه، ولی نمیدونم اینا رو چه جوری باید برسونیم، چه جوری باید بگیم. اصلا نمیدونم واقعا. میگن روی پل خیابون مصلا و پل خیابون محسنی وایسادن، همه فارسی بودن، یعنی همه فارسی حرف میزدن، عرب نبودن اصلا. اینا این کثافتای جانی اصلا عرب نبودن. من نمیدونم واقعا، نمیدونم خودش از وجود نداره، نمیدونم. ولی الان که اینا رو شنیدم انقدر حالم بده. میگفت اصلا شما نمیدونم چی دیدید چی شنیدید. گفت من الانم دارم اینا رو میگم، میدونم که چون انگار من بهش گفتم تلفنش شلوغ میشه. گفت ببین ما مردیم، شهر مرده، مردم مردن، اینو میفهمید؟ من نمیدونم بعد چیکار کنیم. اگه پیام من دیدی تو رو خدا بگو ما چه جوری صدای اینا رو برسونیم. من دارم همونجوری که گفتید 3 ساعت یه بار گوشیمو گذاشتم میرم ایکس، ولی واقعا نمیدونم واقعا. توی ملکشهر که یکی از شلوغ‌ترین جاهای اصفهان بود، آمار دارم که بعضی‌ها رو از بغلشون که رد می‌شدن با تیزبر گلوهاشون رو می‌بریدن و همین آشنامون هم که رفته جنازه رو تحویل بگیره باغ رضوان، گفت یه سریاشون قشنگ معلوم بود گلوهاشون رو بریدن، از بغلشون یا رد می‌شدن یا هرچی بوده فقط گلو می‌بریدن. ولی الان دیگه شهرک بهارستان بانک نداره، شاهینشهر دیگه بانک و اینا نداره، اصفهان که اون بزرگمهر بانک و اینا دیگه نداره. تمام شاهینشهر شهرداری اینا همه رو آتیش زدن. تو شاهینشهر یه آپارتمان 20 طبقه مال دولتی ها بوده، سرش هم تک تیرانداز بوده، اونم آتیش زدن. الان هم که هر شب ایست بازرسیه، هم ورودی بهارستان، ورودی اصفهان، ورودی شاهینشهر ایست بازرسیه. من مادر بزرگی رفیقام فوت کرده 3 روز پیش، بعد رفتن با رضوان جنازه رو که خاکش کنن، جنازه رو ازشون گرفتن، گفتن حالا شلوغ برای این جریان خیلی شلوغه، جنازه رو ازشون گرفتن، گفتن 1 هفته 10 روز دیگه بهتون زنگ میزنیم بیاین برای خاک سپاری. یعنی جنازه معمولی هم اینجوریه، کسی که معمولی هم مرده ازشون گرفتن، گفتن فعلا وقت نداریم بریم 1 هفته 10 روز دیگه بهتون زنگ میزنیم بیاین برای خاک سپاری. داداش تعداد زخمی ها اینا سر ملکشهر میدونم که سر فلکش یه وانت میاد ساعت 12:01 20 تا جنازه رو هم میندازه که یعنی ملت بترسن و بعد نیم ساعت بعدش میاد یه ماشین برمیداره میبره. و این فامیل اونم که رفته باغ رضوان دیروز بگیره گفت اول کار بهشون یه سری عکس نشون دادم، گفت عکس‌ها بالا 700-800 تا عکسه.
اصفهان من فکر میکنم بالا 1500 نفر باشه 100 چون بهارستان خالیش تا الان من حدود 170-80 تا رو شنیدم. شاهینشهر من فکر میکنم بالا 400-500 نفر کشته داده باشه. داداش تو بیمارستان ها دیگه کسی نیست، همه رو بردن، اصلا هیچکی نیست، فقط زنده میبرند خالی میکنن بدناشونو، جنازه هاشونو بعد میگن برین با رضوان شناسایی کنید. هیچ چیز تو بیمارستان ها خالی، همه رو میبرن، همه، یعنی تمام بیمارستان ها زیر نظره. جانم همین من بالا سمت جنازه
به من واقع آقا جرخ خالی کن بیار آقا آقا سلام، دستم به دامنت. فیلم سردخونه کردنه که برات میفرستم. بچه ها رو کشتن، با تیر جنگی داره میزن، جوونا رو داغ کردن. 450 نفر آقا. رفتیم سردخونه پره، جنازه ها رو خوابوندن کف سوله. جنازه جوونشون رو تو سردخونه نمیتونه پیدا کنه، اون باید تو سوله داره پیدا میکنه. جرخ خالی کن بیار آقا دستم به دامنتون، دستم به دامنتون کمک کنید. آقا به قرآن مجید جلوی چشم من زدن، بغل دستی من افتاد تهران سر. آقا به کی بگم؟ یارو داره با تیر جنگی میزن. مگه دشمنتو داری میزنی؟ یارو نون نداره بخوره تو خیابونه. به قرآن با تیر جنگی داره میزنه. دیگه بحث گاز اشکا برای ساچمه و پیلمان نیست، داره با تیر جنگی داره میزنه. تو سردخونه جا نداره، خوابونده کف سوله. خدا خالی اینجا یه عالمه جنازه است اصلا. این خوابیدی امیر
خدای من چه جوونی. امین کجایی امین؟ سربازا کوروش میبینین راه رو بستن که اینا مامورا نتونن با موتوراشون بیان برسن به این مسیر. چهارراه به آتیش کشیدیم. چهارراه خاقانی اول باغ دریاچه. ببینید چهارراه کلا بسته است. اون طرف خاقانی ها بستن، این برا بستن. بیا دیگه خونه، بیا دیگه خونه. همه دارن فرار میکنن. حمله کردن بیشرف حمله کردن. حمله کردن. بستن. نترسی. تیرا رو میبینین داره میره سر چهارراه خاقانی. بیشرف ساقه کنه برقرد شد. بیشرف بچه‌هامون تیر نخورن. خدایا مردم تیر نخورن. اوه دیدی؟ خون تو سخت گازشگاه برادر میبزن. زن بچه مردم بزن. خانوم بیا برو. خانوم بیا. همونجوری که دیده حمله کرده. خیلی تیر زدن. همه مجبور شدن تو باغ دریاچه فرار کنن به سمت خونه هاشون. اول خیابون خاقانی بچه ها سنگر درست کردن. یه جرأت داری. ماشالله بچه ها با رشایی در رو چند سپر دارین درست میکنی. سپر درست میکنی. اصلا ماموری اینجا نیست هست. نه حرامزاده اونجا راششون از ترسشون جلو نمیاد. پیروز دارم اسیجی که نیستی شیرم تو مسیح اول خاقانی فرار کردن. دهیوسا فرار کردن. میگم دستشون کم بود. دمتون گرم بچه‌ها. خاقانی
بابا بگن چه با حکیم نظامی ماشالله این خیابون حکیم نظامی دست مردمه یا با حکیم نظامی اون منم کلی آدمه ببینی ماشالله مردم ماشالله بچه ها اسلام دمتون گرم دم همه گرم خدا وکیل بیامون تا قبل دست مردمه بیامون دست مردمه ماشالله نباشید فرار کردن حرومزاده در رفتن سر 33 پلی ترسیدن در رفتن فرار کردن ماشالله بچه ها ماشالله دمتون گرم مواظب خودتون باشید ماشالله اینو خورید نبوده در میگرده اتوبوسا به این بچه ها پکوندن بچه ها کوروش پکوندن اتوبوسو که دیگه یگان ویژه هم نکنه ببره این برا اونور دیوز بی اصل و نصر یگان ویژه این برا اونور میبری آره بیا اینجوری این بلا رو سرت میارم بچه ها کوروش بیا چهارباغ بالا دم 33 کن بچه ها همه دارن این بچه ها همه دارن اصلا همه بیرونن تو خیابونن بیرون برگن این شهر دیگه شهر نمیشه به این زودی ها این شهر بدونش آخوند شهر میشه دوباره تو آخوند هست همینه هر شهر یا ویژه یا اون تن اگاز اشکاور میندازن It was 8 p.m. on Thursday, January the 8th. Just as these incredible images were emerging from protests in Tehran and other cities, Iran went dark. Under the cover of the digital darkness it imposed, the regime launched one of the bloodiest chapters in the history of the Islamic Republic. I saw army and they were attacking us. I saw shotgun, I saw heavy guns. The blood was all over the streets. This protester spoke to us from an undisclosed location after leaving Iran. Kiarash is not his real name, but for his safety, we're not identifying him. He spent hours in Iran's largest cemetery searching for the body of Nassim, a family friend who was shot in the neck. I saw 2 layers of dead bodies. In my eyes, I can say minimum 1,500 up to 2,000 just in one warehouse. And small bags. I realized that, oh my God, these small bags, they're children's. Many of them. His harrowing account is consistent with other testimony and verified visual evidence collected by CNN and human rights organizations from various reported protest sites across the country, pointing to a widespread coordinated armed attack by regime forces, turning the streets of Iran into something that resembled a war zone. The world may never know the real scale of the loss and pain as a scarred nation slowly emerges from the night Iran went dark. There's people right now that are like, how do you even kill that many people in 2 days? With military-grade weapons. With military-grade weapons. With military-grade weapons. Regime officials gave orders to shoot to kill and to show no mercy. Iran is a very large country with 90 million people spread across 31 provinces. On January 8th and 9th, Iranians flooded the streets in numbers not seen in like 15 years. So when you're sending out regime forces, armed to the teeth with military-grade weapons, into crowds of hundreds of thousands of people across Iran, and they're using
using tanks and machine guns and rifles and handguns and machetes, and they're bringing in proxy militia groups to help them finish the job, and they're spraying bullets into crowds and doing headshots, you absolutely can kill thousands and thousands of people in the span of a few days. Don't even take my word for it. 2 sources within the Islamic Republic's own health ministry are confirming the number is in the tens of thousands. Doctors from inside of Iran who have been able to connect via Starlink are confirming the number is in the tens of thousands. And credible human rights organizations who have accurately documented atrocities across Iran for years are confirming that the number is in the tens of thousands. Maybe it's difficult to believe because this is not an armed conflict between 2 countries. It's an armed government killing unarmed civilians. It's an armed government killing its own people. And again, I hate saying its own people because it really is the Islamic Republic versus Iran. Every single message and voice note I or my friends or acquaintances have gotten from inside of Iran over these last couple of weeks have all said the same thing across all cities and all provinces. They say, you guys don't even know the half of what's happened. The horrors that we've seen, people getting murdered right next to us. That death toll, the final death toll is going to be staggering. I have never engaged in atrocity denial, no matter who's committing the atrocity or who's on the receiving end of the atrocity. I've always believed death tolls and figures and numbers. And as we're sitting here watching video upon video upon video of people mourning their loved ones who were killed in the last couple of weeks in Iran, and then we have to contend with people who had no problem defending figures for other atrocities, but when it comes to the figures for Iran's massacre, don't want you to believe your lying eyes and are either mocking it or diminishing it or demeaning it in some way. It has ignited a rage within me that will not be quelled. And to those people, I also say, fuck you. شیراز جمعه 19 دی‌ماه.
اینو گرفتم برای محسن اکبری که نگه بالا شهر خبر نمیشه. این مال بسیجی‌های این منطقه بوده. ببینی های اکبری میگه لاتی پر نکنه. این وسط کیوسک کلانتریه که به چوف هست. این هم ماشین بسیجی هست. این هم مسجده. این هم مسجد سعادت آباد. مگه دیگه بالا شهر اینه بالا شهر. این موتور معمول است. ماشین بسیجی هست. موتور معمول هست. این ماشین های بسیجی ها. این هم کنسک کلانتری. این هم کنسک کلانتری. یه لحظه میدون کاج، میدون سعادتو همه رفتن و آدم ها همه خلوت کرد از 8 اینجا. موتور گرفتن. جمعه 19 دی ماه جمعیت سر سر پاسداران خیابون دولت. نصف این جمعیت الان تو پاسدارانه. ببینید مردم حالا میگن مردم رو میکشن. بیاین بکشید اگه میتونید این جمعیت رو.
از اون ور